سلام، این ولاگ مجموعه از ویدیوهایی از روزیه که من وسایلمو جمع میکنم که برم خوابگاه دانشگاه علامه بعد 2 سال که بعد کرونا ما رفتیم دانشگاه. اینجا توی راهه که برادرم داره منو میبره. I can't believe it. باورم نمیشه. از ذوق نخوابیدم کل راهو. باورم نمیشه کل راهو نخوابیدم. دیرینگ. رسیدم ساعت 5 رسیدم. خب این اولین روزیه که بعد 1 سال خورده کرونا ما بالاخره دانشجو واقعی شدیم، دانشگاه رو دیدیم، اومدیم تهران، رفتیم تو خوابگاه که هیچ کس رو نمیشناخت و اینکه این اولین روزی بود که من تو خوابگاه تنها بودم. ولی قصه روزای بعد رو باید ادامه بدیم. دیگه وضعیت اتاق ما تو روزهای آینده در واقع همین بود، همش رقص و جیغ و دست. از شهرهای مختلف هم بودیم، یزد و چهارمحال و کرمان و همدان و مازندران. دیگه ترکوندیم خوابگاه رو. اینجا هم نمیدونم چرا ولی با یه وضعیت بدی سوار داریم میبریم تو حیاط خوابگاه. برقص. آویزه خانم میخواد برامون بخونه. بله. 1 2 3 صدا بودی وقتی که میخوندی، کار روزگار بود رفتی و نموندی. چرایی بود؟ نکنه همین که من لغوش کردم. اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم تو چنگ از ما تو اتاق ما دیگه نمیخواد بریم. فقط تایمش از ساعت 7 تا 11 شب. آره 7. لمیز سعادت آبادم که دیگه پاتوق اصلیمون بود، همیشه میرفتیم اونجا چون سر کوچه خوابگاه بود. خیلی هم خوش میگذشت، یکی از بهترین خاطرامون توی لمیز بود که واقعا هم نزدیک بود، همین که سعی می‌تونستیم جمع شیم اونجا و یه حالی کنیم. حالا من همش ویدیوهای اشغال کافه رفتن رو گذاشتم، ولی درست مثل این عکس همچه یه کوله به پشت و فلاکس تو دست توی سالن مطالعه بودیم با بچه‌ها. صبح و غروب آخر هفته حالا یه بیرونی میرفتیم و حالا شبا میرقصیدیم و میخندیدیم دور هم. اینم که باشگاه خوابگاهی که من اونجا ورزش میکردم. ما با علیرضا دبیر، شاید باورتون نشه ولی درس منابع انسانی داشتیم و ما رو برد فدراسیون کشتی. اینم که برف جذاب و دلربای تهرانه، یعنی واقعا تهران با برف جذاب. اینم که ماییم تو برف، اینجا هم که شب دیوونا داریم میرقصیم، چون ما همیشه در حال رقصیدنیم، فرق نمیکنه کجا باشه. اینجا من دندون پزشکی اومده بودم، BSc زده بودم و لبم صاف نمیشد. داریم یخ میزنیم. یه خبر جدید داریم یخ میزنیم. اینجا هم تولدم و من تو خوابگاه تنهام، یعنی من و درخت‌ها و نگهبان همه بچه‌ها رفته بودم و برای خودم یه صبحونه درست کردم به عنوان کادوی تولد. اینجا هم تصمیم گرفتیم خیلی یهویی بریم همه با هم شمال که خیلی بریم خوش گذشت.
خانومی که میبینین لذت درد شدید شده، اومد تو بیمارستان هوچی بازی، تخت خالی نداشته، اینقدر گشت کرد. امروز اومدیم سکس کردیم و بالاخره بهمون تخت خالی دادن. این امروز آخریه که همه داریم با هم دیگه میریم دانشگاه و کلاسمون تموم میشه. صنایع آخرین استمپو میگیره. دلم برای سنگ. امروز 1 تیر 1402 داریم میریم کنسرت موزیانه. چقدر آرایش کردم من. خوابگاه زیبای من دلم براش تنگ میشه. این هم آخرین کلاسمون با دکتر زیایی تو دانشگاه بود که بهترین همکلاسای جهان من داشتم تو دوره ارشدم و ارشدم تموم شد. اینجا هم یکی از بهترین لحظات این چند سال بود که در این ناباوری بچه‌ها اومدن منو سورپرایز کردن. اینجا سال مطالعه است، من داشتم رو پایان نامه‌ام کار می‌کردم که یهو اومدن و واقعا خیلی خوشحالم کردن. این یه سال خورده واقعا برای من مثل بهشت بود و انقدر این لحظات برام خوب بود که دلم نمیاد ولاگشون نکنم و توی کانالم نباشه. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشین این ولاگ رو.